شما رومیش؟ من دلگرابو از تشکیلات یاری‌های بدون مرز. دروی. مرحبا چینه؟ تشکر. شما در قید تشکیلات ما هستید. پگاه ساعت 12 من شما رو در نزد دکتر انتظارم. مرحمت این کارت من. حتما بیایید. سلامت باشید. Beş işte. تشکر. صبح بخیر. ناز خوردید؟ بله. تو مثل مادری رحمتیت و هم بر وقت میخست. که بیدار نمیشدم خوراک تیار بود. ماهیگیری دیروزا چی شد؟ نپرسید. من فقط دوسیه شیرمایی گرفتم و خلاص. دیلیک از همه زیاد گرفته است. چطور با گفتم که اومده مایه رو بیرون کنم. خیلی خوب میشد با ما میرفتی. وقتش میشود. میدونی کن. ماهیگیری رو اونقدر نقص نمیبینم. با ستاره مصلحت چی شد؟ اکاش رو دیدم. وای تایور همه تو رو حسابی خودش گذارم. نکی من روزی نشدم. درست بچم. توی رو خودمون میگذرونیم. چند سال بودید که مادرم گذاشت؟ اون وقت تو کودک بودی. چی بود؟ هم میتوانستید زنی دیگر بگیرید. زندگیتون رو پیش میبردین. میدونی در زندگی من تو هستی و من از زندگیم راضیم. مثل که من گناهگارم. هیچگاه این خیلی نگوی. استید مخلوق میشه. نمیخواستید که من مادران در داشته باشم. من از کار دیر کرده ایستادم. کورته هم رو گزمال کنم؟ من کورته رو گزمال کردم. حاضر میدهم. تشکر. ستاره ساعت چنده؟ سلام بچه ها. دادا جان غم نخوری ساعت 6. معلش غم نمیخورم لیکن شیرینی رو من میگیرم. خوب شده است. شهزاد تو بگونی؟ تو بگونی. دادا باز کشوده شده است. رحمان بتواند پوشید. رومیش ما رو در بیرون منتظر شد. شما با بیمار کی میشوید؟ من در تشکیلات گومانیتاری کار میکنم. ما به چنین بیماران یاری میدهیم. این بچه یتیم است. کسی ندارد. در کوچه کلان شد. تشخیص شما چی نتیجه داد؟ کاردیومیوپاتی معین کرده شد. یعنی که دل کاری خودش را آنقدر خوب اجرا نکرده است. حتما ترانسپلانتاسیا لازم است. ما این خیل جراحی رو در اینجا هم میگذارونیم. اما وقت لازم است تا که دونر پیدا شود. میفهمید 2 یا 3 ماه مانده است به این بچه که زندگی کند. اگر درباره این دونر یگان معلوماتی پیدا شود ما به شما حتما خبر می‌رسیم. تشکر. سلام چی رفتی؟
کجا میگردی؟ روزی درست تو رو میکنی. شرافت هم ندیدم گفت. در حقیقت بوز است، بوز. رامیش با چم قسم خوردم که شاخش را میشکنم. راست به همونجا. ایستا ایستا چی؟ ایستا رامیش شو دستی؟ رامیش سلام علیکم. کدبانوی خوب بوده ای دخترم. آها از مادرش یاد گرفتگیست. هیچ کاری نیست. مادرم شیرماهی را در فولگا به مزه‌تر میپزد. من هم به شما میپزم. مادری شهزاد هم کدبانوی خوب بود. خودش هم با هنر است. میدانی دخترم یک سوال دارم. لیکن راستش رو میگویی. پسری مرا دوست میداری؟ پرده هایتان. ما هم خیلی پرده داشتیم وقتی که خیلی خرد بودم. اگر شهزاد را دیر بینم یا آوازش را نشنوم زندگی هم نمیخورد. این محبت است یا نه نمیدانم، لیکن زندگی با شهزاد و به او دو دنیای دیگر هستند. نمیدانم به سوالتان جواب دادم یا نه. از من نرنج دخترم. فقط میخواهم که آن خطاگی‌هایی که من در زندگیم کردم شما هم تکرار نکنید. میبخشید. بازی کنیم چی؟ کیها باز زن و زنی نکردیم ها؟ بله. یگان روز دیگر بفرست شدم. رومیش؟ رامیش رامیش در رو نمیکشایی؟ در قلف نبود؟ ترسیدیم که یکم حادثه شده است. برای ترجمه در مدت 2 هفته 2 هفته پس خدا خواهد همون پولدار میشویم گوی. اگر در رو نمیکشند برای چی میدروی؟ عجب مهمون نوازی. دوستان رو مگر همین خیلی پیش باز میگیرن. خود رو دوست نگیر. خفه شده ای. میدونم لیکن بیهوده. یک حالتی بود که همه خودش رو فکر میکرد. خیر راست نمیگویم. ترسان چکی بزدیل مرا فروختی باز گریختی. این کاموشم همراه تو. رامیش گپ‌هایت را خویده زن. گمان کردی که ترسیدم؟
این رو از کجا گفتی؟ برای کودکان است؟ میپرونم. میپرونی. برای پروندن دیلی گرده مرد در کار. رومیش. برو آردی پرون. نباشد زن هستی. رومیش. پرون. رومیش. دف شوید. دیگر در چشمم نتابید. حالا میبینیم. ایستو. آنها رو من نآوردم. در پدیز دریابم کردند. تو چرا اومدی؟ مادرم من تو پختن. گفتم به تو بیارم. شرافت تو از من چی میخوایی؟ من همش رو گفتم. نمیخواهم یگان کس رو ببینم. من رو تنها گذار. رو. رومیش تو که میدونی؟ التماس نگو که دوستم میداری. یک تیر داشته هسته. سلام رومیش. چی میخواید از من؟ با تو گپ داشتم. من وقت ندارم. ایست میگویم رومیش. رومیش با تو گپ دارم. ایستو. چی میخواید از من؟ یا برای این کار موز میگیرید؟ به خوجینتان گوید که مرا دیدید. داروی سبیلیتون هم دادید. با من دیگر کاردار نشوید. تو اوه زور دیدم شهزاد بیا توی رو در رستورانی آخر گذرانیم. با ما مخول نشو. بگذار قیمت باشد لیکن خوب باشد. تو کی را حیران کردنی؟ من یک بار زن میگیرم. وعده دادی ها؟ تو از همه این بالایی. سلام. خفه شدی؟ گفتم که یک کار ضرور داشتم. تا حاضر تمام نشد. سعی من باید روم. شاید که چند ماه نمی آیم. فرقش چی؟ میرفتی تو بگونه کو؟ من یتیم. و تو این رو کی گفت؟ ما عهد یکه و دوداری کردیم. مردی این خیل نمی شود. روسا ما رو زد. تو نیومدی. آمدم کو. گوش کن. من با تو یک چیز میگویم.
ҳеҷ вақт ягон касро намонд ки ба ту даст бардорад. ҳама вақт авазанд. Ту фаҳмидӣ? ман ба ғайр аз ту касе надорам. худро нигоҳ кун. ман инро гир. ягон ширинӣ мехарӣ. ромиш тез биё. ман туро мунтазир мешавам. زیبای کمان تو چه زیبا شدی رفتیم بدرت نشون میدیم رفتیم نشون میدیم بدر ببینید ما چه زیبا شدیم ما چه کلان شدیم چقدر زیبا شده. بس یکم و خیلی کار کردی امروز. تو رو کارم زیادتر. من دیرتر میروم. ای کار دنیا تماشایی نداره. او مونده شدی چون که پیر شدی. خودت پیر. من از کار مانده نمیشم. گوش کن یکم و من از امید شهزاد خواهش میکنم که اول تو را زن دید. بعد غمی خودش را خورد. کار زنی تو شده. ملتی ده. اگر با زنی یک اومد درباره زنی دوی اومد بگویم چی؟ ایستادر شوخی را نمیفهمی که؟ بخوایی که مثل تو ترسم شک شد. من نمیترسم لیکن به فکرم نیست مردی که از امید زنش نترسه. خیز تو خیز از جایت خیز. نگفتم من. تو همین کار گفته زنم فراموش کردی همه را فراموش کردی. پلوان. سلام پدر. تو چی آمدی؟ آمدم که دیر در کار نمانی. نه یک کمی کارمون تو را من دیرتر می آیم. من میرم همراه میره. تو بلوچه یک دقیقه. این رو گیر. این چی؟ اگر پرده نو میخری همراه خانه اپای فاطمه میرویم و او پرده ها رو میدوزد. پرده برای کجا؟ پرده های خانه ما نو میشود. یک لحظه لباسم رو عوض کنم. هیچ دلم نمیکشد کار بروم. فقط امروز فراموش نکنید که ما باید نزد دوزنده رویم.
فراموش نمیکنم. الو چی میگوین؟ نمیشنوم شهزاد. بازور میشنوم. سیتارا بعد از توی میتونی خونه را یک ماه نروبی. باز در کار میشود. من امروز اومدن نمیتوانم. میبخشید. چی شد؟ یک دوست کورم پیدا شده است. تو منو ترساندی. اوچه ما قند نخواهم قند گیرم. اول خوراکت رو خور. بخور چونکم بخور. خور خور بومزه است. چی میکوبی؟ باز نزدی همون دیدو. نمیداری با اکا مقبول شدی. گفتم که باید با پدرم به نزد پردادوز رویم. پدرم میخواد که تو رو بعد از توی به خانه آزاده بیارم. خوشرویند. میخوایی با تو میروم. من خانه پردادوز رو نمیدونم. او یک شناسی پدرم. خاطر نشو. ما خودمون میرویم. خیلی مایلش. خیر. احتیاط کن. اینجا دمگیر است. بیرون میخواهم. مرا ترساندی. بیرون میخواهم. نه جون خوب کن ناز میشوی. شرافت خواهش میکنم مرا بر حالم گذار.
هوای تازه غمگیر است. پشت رو نگاه نمیکنی؟ پیش ما رو گرفتی در بانی رو چیکار میکنی؟ بخشش بپرس. چی گفتی؟ رومیش اخوان بخشش نمیپرسی. این با پول خریدگی است. رومیش شد بس. ایستو. همین لطپورا چیزی دزدی نیست. رومیش شد بس. یک طرفی است. تو چی زحمت و عذاب کشیدی؟ از افتت معلوم که در عمرت کار کردگی نیستی که با قدر این لطپورا برسی. و من خیلی نگاه نکن. عجب و غضب نگاه میکنی. شاید برای همین ما رو کشتنی؟ در کار باشد میکشد. چی گفتی؟ چیزی که فهمیدی. یک طرفی است. با این چیز ما را بترسانده نمیتون. پویسته بچه. تو ما رو نمیدونی. این بازیچه رو بگی. برای پروندن جگر داشتن در کار. رومیش یک طرفی است. جگر ها؟ رفتیم. من گفتم که بازیچه. رومیش تو چی کار کردی؟ چی کار کردی؟ او قدر عمر انسان رو از کجا میدونیست؟ دیگر چی می شود؟ چرا میخندی؟ مرا نترسون. دمت گیر. چی میگویی به عقل؟ چیزی که به این دنیای رسوا و سنگین نشود پروا ندارم. چرا میگویی رومیش انتجا میکنم؟ تو بفهمی که چی کار میکنی؟ دهنت پوش. دیدنت نمیخواهم. لعنت. به همتون لعنت. майор талони ҷавоб дед майор талони балуқа اکا میبخشید چی شد؟ اینجاست اکای جگر اکا من گذارم ممکن؟ ممکن نیست اکای ممکن نیست اکا آخه او فرزندی من است تو بسته شهزاد شهزاد بچم تو چیکار کردی؟ حال نرسون چی کار کرد؟ حال نرسون
برو این آدم باشم میشه فرزندی من است. پدر همدردی منو کبر کن تقدیرم میدست خود رو به دست گرفت او کودک است. میفهمم او چرا شهزاد؟ میفهمم چرا فرزندی من؟ خشان شهزاد کجا؟ خشان شهزاد شما؟ شما پدرشان؟ بله. ما هر چی که از دستمون می اومد کردیم. پسرتان خیلی در وضعیتی وزنین. جراحی وزنین گذاشت. تیر راست به سرش زده است. حالا در حالتی کام قرار دارد. دکتر بچم زنده میماند؟ من هم امید به آن میبندم که زنده میماند. ولی باقی خواست خداوند. او را دیدن میخواستم. حالا نه. بعدتر سبک شود من خودم امکان میدهم به نزد پسرتان میدراید. شما رو دکتر دعوت میکند. بیایید پدر. مرحمت. میبخشید پدر. هر چیزی که از دستمان می آمد کردیم. اما افسوس. شما می توانید حیات دیگری را نجات دهید. اگر اجازت دهید دل شهزاد را به دیگر کس گذاریم. بچم رو کی میگیرم؟
بچه‌ام رو کی گیرم؟ حجتهایت را فراموش نکن. زودتر رومیش، زودتر. من تو رو در بیرون منتظرم. معلش. اکرام سلام. سلام اوکی. کی یکم وا؟ این شهزاد توفه کرد. جراحی وزین از سر گذراندی. احتیاط کن. هیچ گپ نه. گفتن تا توی صحت می شود. این خواستگاری است؟ با تو معیوب چی در کار؟ به من فقط تو در کاری. رومیش سلام. سلام. خیر، من میروم. من با تو زنگ میزنم. میلش. دختری نقص وقتی که درد تو رو با او گفتم هیچ از تو جدا نمی شود. بپروا نباش رومیش. او آدم خیلی خوب است. سزاوار کسی بهتر باید شود. برای چی چنین فکرای بد میکنی؟ خودم را نقض میدانم. فکرایت به من معقول نه. تو نوکک اجل رو فریب دادی. من نه تنها اجل را فریب دادم. خودم را و شما را هم فریب دادم.
شما مرا نمیشناسید. من کارهای بد زیاد کردم. رامیش، شاید کفارت گناهایت همین باشد. خداوند بهوده با تو دل نو عطا نکرد. بعد کی میشوی از تو وابسته. من نمیفهم چرا نمیگویند این دل کیست؟ دیگر این دل تو گفتنش من است و از صاحبش خبر نمیدهند. یعنی که پدر و مادر وی مرا نمیدونند؟ در دنیا آدمان خیرخواه خیلی زیادند. همه‌اش خوب می شود. رامیش اومدی؟ اما خوب؟ وزبین شده ای تو. در کجا بودی؟ کیف چقدر دیگر شدی؟ در سفر بودم. بعد نخل میکنم. همان است. من این رو گیر. من اکنون اومدم. تیز میایم. برو فکرت کن. خب من رفتم. خیر. خیر. باز شما زنگ نزدید. پدر ما کار کرده ایستاده ایم. کار. رفیق مفتش، شاید یاردمی من در کار. یاردم در کار نیست. گفتم کو در کار شد. زنگ میزنم. اکا من منتظری زنگ شما. اکا انوار شما می؟ سلام علیکم. هم من زنگ زدگی بودم. آوردید؟ بله. میبخشید شما او را عمیق میابید؟ آدمی زنده باشد میابیم. کی؟ غم نخورید. از پشت من نگردید. من خودم زنگ میزنم. شما هم دلتون چی؟ قدر جوان با منم دل دیگر را گذاشتند. هیچ عادت کرده نمیتوانم. گویا که کرته دیگر کس را پوشیده باشم. پس گردانده نشود که این کار را برآورد. نوبت کی؟ دروید. خواهر جان شما دروید من بعد. رحمت پسرم تو درو. من سروسی من نیستم. درو. تصور میکنید با من دلی دیگر کس رو گذاشتند. هیچ عادت کرده نمیتوانم. عجایب. موسیقی ها با معینه ها جنگ میکنند و با گنجشکان فش اهمیت نمیدادم. چی؟ چی رو میگوید؟ من درباره دل. کاری دیلتون قناعت بخش. چشم نرسد یگان خوفی نیست. دوروهایی که نوشتم
استعمال میکنید سری وقت؟ بله. آفرین. من باز یک داروی نو رو توصیه میدهم. استفاده بر. کمی قیمت‌تر است، لیکن بسیار زود تاثیر. دکتر. بله. من یک سوال دارم. مرحمت. وقتی که با آدم وقتی که دل بیگانه رو میگذراند چی میشود؟ میفهمی رومیش. جسم انسان عضو دارناری رو یا قبول میکند یا نه. لیکن در حالت تو حالت اولاش راست اومد. و ما نیز خیلی خرسند هستیم. تشویش نکش. من این رو در نظر نداشتم. من او را یافتم، باورم نبود، لیکن شد. انی کو است؟ ما باید رویم. از کجا؟ من خودم گزبال میکنم، شما روید لباساتان را پوشید. شما چی میخواهید از من؟ روزی دراز از پشتم میگردید. بچه من هم همیشه پاشهای وزیر داشت. شما؟ این بچه شما بود؟ بله. بیا شین. میدونی به نظرم دیدن من او رو حیران نکرد، مثل که انتظارم بود. حیران شدم. از چی حیران شدی؟ بعد چی شد؟ با گفتن وقت نبود. درباره بچهش گپ میزد و گپ میزد. حرکت کردم که درد دلم رو نبینم. بچه بیچاره رو غم دادن چی لازم؟ پر از درد و الم بود. تمام وجودم حس میکرد که چه دل او میتپد. نمیدونم با او چی گونه مصیبت کنم. حس میکنم که او به من بیگانه نیست. تو نزد دکتر رفتی؟ ها. دارو داد. چی گفتند؟ گفت که همه خوب میشود. روزهای نزدیک من برای تو متن میارم، برای ترجمه. خیلی خوب میشود. کار ندارم. با انور کیوو میخوری؟ پگاه دیگه. موی قپی میریم. موی قپی؟ نه موی گیری. بدونه اجگاری هم موی گرفته میشود. چرا نه؟ سربازی تو رو گرفتم. کرمی لای خوراک چی؟ بچه ها گفتن که در اینجا با دانه جواری ماهی نقص نون میزنن. بچه ها؟ شما پیش بچه میگرفتید؟ من بار دویم است که ماهی گیری آمدم. شستهای شهزاد با جورهاش اینجا می آمد، ماهی میگرفت. میخواست که من هم عادت کنم، اما شما پدر خوب بودین. من هم پدر بودم هم مادر با او. از افتش رفیق نشدم. ماهی گیری هم یاد نگرفتم. ما همراه یاد میگیریم. چی رو؟ شخمت بازی رو؟ ماهی گیری رو.
амаки Анвар, шумо моҳиҳоро мешиносен? Ман сазанро аз гулмоҳӣ фарқ намекунам. ту гумон мекунӣ ки ман фарқ мекунам? хез рафтем моҳӣ харем, дасти холӣ барнагардем. як кас гуфт ки дар фолга моҳиро бомазза мепазад. ҳаққи моҳиё. навкор ҳамеша довдор аст. дар оянда мегирем. چند نفر مهمان می شود؟ 3 нафар. ромиш, дилрабо, зани аз ширкати хориҷӣ ки ба ӯ ёрдам мекунад ва як духтаре, номаш дар хотирам нест. عروسش؟ намедонам. пурсидам, негуфт ҳамин хел. عجیب. дӯсташ. ман забони шумо ҷавононро намефаҳмам. باز ظرف در کار. аз сервант гир, ман ҳозир. دخترم صورتро ба ҷо кун. شما نگفتید که شهزاد چخل وفات کرد؟ не, ӯ бе ин ҳам худро гунаҳгор ҳис мекунад. дарду ғами зиёдӣ чӣ дар кор? кордро нарас. اگر پرسد چی؟ намепурсад. меваро биёр, меҳмон омадам. ассалому алайкум, хуш омадан. салому алайкум. салом. шинос шавед. дилрабо. салому алайкум. салом. шарофат. ситора, мехоҳам ки шумо рафиқ шавед. марҳамат гузаред. марҳамат. марҳамат. марҳамат чинед. ситора, мои тайёр ми? ина баред. шумо каме ёрӣ расонед. ташаккур. хуш омадед. обод бошед. марҳамат. як чиз гиред. ман аз шумо бисёр миннатдор барои ёрдаматон баромиш. моҳиҳои мо чӣ тавр? دروغ گفته نمیتوانید. مثل امک انورم. ҳеҷ гап не. ёд мегирам. دروغ گفتن رو؟ моҳигириро. میبخشید نمک رو دهید. шумо арӯси шаҳзод будед? шояд ки ба шумо шунидан душвор аст, лекин ман ӯро ҳис мекунам. ҳис мекунам ки амаки Анвар ҳам ба ман наздик аст. аз шарм рӯяшонро нигоҳ карда наметавонам. برعکس شما رو دوباره به زندگی آوردید. وقتهای آخر هیچ کی را نمیخواست ببیند. لیکن حاضر با سبب شما همان امک انور شده است. شهزاد او آدم بهترین دنیا بود. چون این آدم را من دیگر نمیدونم. تا حاضر به مرگش باوری ندارم. با مهمان برای хай, акнун роҳи хонаи маро медонед. бедаъват омадан гиред. раҳмат ба шумо. вақтаман хуш гузашт. моҳиам бомазза буд. офарин ба ту ситора. تشکر. باز بیایید. шарофат, чаро зиқ нишаста будӣ? ҳамаш хуб буд. каме худро бад ҳис мекунам. моро гусел накунед. мо худамон меравем. худро эҳтиёт кун. ба хона ки расидӣ занг зан. ман кӯдак не?
من میدونم. میبخشی. البته زنگ میزنم. خاطر نشید. ستاره رو تو خونه اش گسل کن. حتما. ستاره؟ تو با کدوم طرف؟ طرف 102. او من هم همون طرف. بیایید من با شما تاکسی میگیرم. رایمش تشویش نکش. بهترش تو ستاره رو گسل کن، ما با شرافت خودمون میرویم. خاطر نشوید، من خودم میروم. شما بهتر مهمان ها رو گسل کنید. نه ستاره جون، رایمش تو رو گسل میکند. شب خوش. شب خوش. همینجا خانه ما. این تیرزه هاش. رحمت که گسل کردی. با تو رحمت. ماهی رو با مزه پختی. چهارم بار هست که میگوید. براستی؟ نفهمیدم. ستاره گوش کن. بیا شما نگویم. با من شما گفتن بهتر است. من فقط برای آدمای نزدیکم میگویم. دیر شد. مایلش. ستاره ممکن زنگ زنم؟ با کدام مقصد؟ هرچی می شود. ضرورت ندارد. خیر. شب خوش. مایلش. تو در اینجا چی کار میکنی؟ خوب گسل کردی نازنینت رو. حالی شناس نشده سرت را گم کردی ها؟ برای همین اومدی؟ نه. آمدم برات یک چیزی مهم بگویم. شرافت همه کارهایی که تو با من کرده ای من از تو خیلی مینه دارم. دیگر به تو در کار نیستم. چرا این خیلی میگوی؟ میخوای که پاک بمونی؟ او را هم فریب نمیدهی؟ شاید به خانه درویم. عبدالرحمن سلام. بچه ها چه حال داره؟ برکت اومد. اکمر چی روزی هست مرده من او پاپا خوردنه. برای فرزنده آخی، برای فرزنده. دیمایی ای تو. حقی تو. من نمیخواستم که او رو مویندر کلام کنم. مویندرها هر خیل میشوند. این رو فهمیدم دشوار است. دیدونی؟ او همین قدر خورد و ناتوانی بود که من رو همه دیوانه میگفتن. شاید حاضر هم گویند. من پروا ندارم. آخه او فرزندی من است. رومیش تو من رو ببخش. شاید گپ‌های من با تو دردمند باشه. من میفهمم. گرچند مهری پدر و مادر رو نمیدونم چی کار کنم. من رهگم زدم. پیش حس نمیکردم. لیکن میدونم تو روز زندگی نمیکردم. خطاهایی که من کردم
خطاها رو اصلاح کردن ممکن است. فقط اراده باشد. اما کیانور من میترسم. میخواهم گذشته رو اصلاح کنم. میفهمی که این امکان ندارد. من هم در جوانی هم گناههای کردم. میفهمی؟ ما باید با هم باشیم. ما با یکدیگر در کاریم. میش خیلی برات سلام سلام سلامتی چه خیلی میگویند که اپیراتزا کردی؟ راست میگویم. خیلی با دل بیگانه خودت را چه خیلی اسم میکنی؟ کنی نقل کن. یگان وقت دیگر سراسیمم. آها میبینم که دوستای پیشترت را فراموش کرده یا؟ صابیر گفته بودم ما دوست نیستیم. بعضی چیزها در دستی تو موندن وقتی دوده نشد. نه بچه ها هم همین خیلی میگویند. میگیرد و دیرتر میدونیم با این بچه هایت گیجو رو یک طرفیست. حالا میبینیم روما گذراند کو بچه ها رفتیم. داشت نمیره. دودار داری شوی گیجو رفتیسم شی بارم مالش ستاره انتظاری ماست. خوراکی با لذت بوده. شکاری امروزه ما هم بد نیست کن؟ اما کمال پای باز باور نمی کند که خودم اون گرفته. گوش کن اگر خواهی امشب در خونه من دیر شد کجا میری؟ فکر کن. انا خانم ستاره مهمان رو پیش بازگیر. نرخ ماهی در بازار چند؟ ما خودم اون قپیدیم. اما کیانور گپ زنید؟ تو زودتر شستشوی کن. حساب چند بود؟ 12 با 13؟ چقدر 12 با 13؟ 16 با 9. بچه خطا کو نکردی ها؟
شخم‌الگوزی هم فراموش کردم. چیل دخترم؟ اما کنور من همه را تیار کردم باید روم. چقدر سرسی من؟ دیر شد. خیلی تشویش نکش. مایی رو من خودم جا بجا میکنم. تشکر برای تو دخترم. شب بخیر. سلامت باشی. وای بچه مگر غرق شدی یا بوی داده نمیترسی؟ رامیشی من شرافت رامیش بهره بردار تا روزی دراز آید صبح بخیر. ناز خوب کردی؟ بله. بیا شین. خوراک تیار. بیا. از یخدان پنیر رو بگیر. تخم بریان از چند تخم تیار کنم؟ از 2. پنیر رو پاره کن. خوب نشد. ببخشه. کمی در خواب موندم. خودم تیار میکردم. من از این کار لذت میبرم. نمان. چای ریزم؟ ها. گفتی که خونه‌ات رو شرکت خارجی اجاره میکنه؟ بله. دلربا یاردم کرد. او یتیمان رو دستگیری میکند. پیش همه پول رو میدادن. ولی که به کار در آمدم نصفش را. من از آن کس خیلی منت دارم. مثل مادرم است. منم حس کردم که انسانی خوب است. رامیش بیا در همینجا زندگی کن. من تنهایم، کسی ندارم. نه میتونی یک بار جواب ندی. فکر کن. سلام. از پس من میگردید؟ خیلی شد یکدیگر رو میدونیم. شما باشد از من میگریزید. کیها میخواستم به شما رحمت گویم. برای چی؟ برای همه کنورم. آن کس به من مثل پدرم. حس کردم. ستاره من میخواهم با شما. در کار نیست رامیش. من با شنیدن عرض شما تیار نیم. الو؟ حاضر. حاضر. 918 61 64 35. فهمم. این صورت شهزاده است. ستاره
من کار دارم زنگ میزنم آمدی؟ من تشویش شدم آخر وعده کردی چرا خاموشی؟ پدر جان ببخش مرا ببخش مرا پدر ببخش مرا پدر تو باید زنده باشی دلی من دویم باره نمی بردارد رومیش سلام مرا انتظاری؟ تو حتی ناراضگیت را پنهان کرده نمیتوانی. با تو میتوان از خانه اولت کوچیدی؟ خب در خونه ما که انور زندگی میکنم او هم با تو هست. شرافت تو باید مرا آزاد کنی میدونم من گناهکارم ولی نمیخوام تو رو فریب کنم چرا این دروغ بازی؟ دروغ؟ میخوای که مرا فریب نکنی؟ التماس بس کن یعنی مرا میخیل میتوانی استفاده کنی و پرتایی؟ مویهای این سبک پا را میکنم. آرام شو اون گناهکار نیست عیبی من است. چه خیل عیبی تو؟ کدام عیب؟ من ستاره را دوست داشتم. چه خیل؟ من چی؟ میبخشی من گناهکارم. تو میدونی دلی کی را داری؟ میدونم. نه تو نمیدونی. میدونی تو کی رو کشتی؟ شرافت من میدونم. نه خود کی به تو گفت؟ او چی او هم میدوند؟ با او این درد چی در کار؟ این قدر از سرش گذشته است که گناه من است. جوابش رو هم میدیم. پسر او رو زنده کرده نمیتوانم. با همین زندگی میکنی؟ میکنم. کفارت گناهم رو در همین میبینم. گناهت رو ببخشیده نه؟ به همه دلت میسوزد به غیر من؟ التماس بس کن شرافت. آرام شو. به این ولگرد هم از دلسوزی خانه‌دار میشوی؟ او رو این خیل نگو. این ما را هر خیلی که میخواهم میگویم پلید است او. این پاداش است که از تو میگیرم. لعنتی. هیچ وقت گناهت رو شسته نمیتوانی. آدمی را کشته با به باوری پدرش در آمدی.
نمیخواهم ببینمت. عجب احمق بودم. رومیش تو امروز حتما بای میدی. کی میایی؟ اومدن نمیتوانم. چرا؟ با شما گپ دارم. چی شد؟ تو در کجایی؟ در باغ. شما رو منتظرم. شرافت؟ من میدونم کی پسر شما رو کشت. عجب شبی زیبا. آسمانی پر از ستاره ها. پیش من این رو اهمیت نمیدادم و عموماً به آسمان نگاه نمیکردم. من باید میمردم. اصلا مرده بودم. همیشه جوابی سوالهای من بینوایی بود. باری از خود پرسیدم من کیستم؟ جوابش رو هم خودم یافتم. من آینه‌ام. آینه بی‌جلو. یک چیزی نو در کار. آه خدایا، تقدیر من همین باشد. رسمان طفلیتان باز شده است. شما گره مستحکم بسته نمیتوانید. من گناهکارم. گناه زیاد کردم و تمام دنیا را گناهکار میکردم. میگفتم که همه باید پاداش عذابهای من را بدهند. دوباره امکان داشتم که اصلاح شوم. گناهایم را بشویم. میتوانستم. اما حالا او مرده است و من به جای او این ستاره ها را تماشا میکنم. آیا فقط به این سزاوار باشم؟ شهزاد را من پراندم.
فرامیش خیلی چی گپ میزنین؟ من با شما گپ ندارم. مرا دیدن میخواستید؟ شنید یافتم خیلی که وعده کرده بودم. 2 روز کمی دیر شد ولی گفته بودم که یافتن این معمو خیلی مشکل است. این گونه چیزها را سخت پنهان میکنند. چرا خرسند نیستید؟ اینجا همه معلومات درباره آدمی که دل پسرتون را با او دادند. آدرس، جای کار، حتی صورتش رو هم یافتم. کشنده‌اش حالا نامعلوم، کار دوام دارد. ایستید. شما با کجا؟ با اونجا ممکن نیست. ای اما با من ممکن است. زنده است؟ زنده. أنا در این حجرة. به نهایت میخواستم که شما را ببینم. مرحمت باید شناسنامه مرحمت روی صفحه ببخشید نوبتی من. سلام علیکم. علیکم السلام. فن از کی اومدید؟ سفرف. چی آوردید؟ در اینجا خوراک‌ها و چیزهای منفی نیست؟ نیست. مرحمت. تشکر. روی صفحه. شما بالای کی میشید؟
پدرش. اثر نداره غمی دل نگفته بهتر همه کس جیگر نداره چی حرم چی دی چی حرم چی دی هر جا سخن زی آشینایه چی حرم چی دی چی حرم چی دی هر جا سخن زی آشینایه مگر اینکه کس زیرازی من و تو خبر نداره